عالیه این. خیلی فوق‌العاده است. همه پفک داره ادعا میکنه که 30% روغنش کاهش یافته، رنگش طبیعیه و حاوی پروتئینه. کینوا چیست؟ 4 برابر پروتئین، 20 برابر کلسیم و 6 برابر آهن بیشتر نسبت به ذرت داره. 3 تا طعم مختلفش رو گرفتیم: قارچ و خامش، پنیر کینواش پاف چیلی و طعم تندش چیلیش. قارچ و خامش. من همزمان چیلیشو باز میکنم. تا ما داریم باز میکنیم تست میکنیم لایک ویدیو رو بزن، بهمون انرژی بده. باشه یکی یکی از این برداریم. اول قارچ و خامش رو بچشیم پسرم. بیا من اینو به مصطفی نصف کنم چون من زیاد اهل پفک نیستم. بابا این رژیمیه، بخور. عالیه این. خیلی خوشمزه. فوق‌العاده است. همه پیاز جعفری طوری میده ولی خیلی خوشمزه. خامه هم داره. طعم خامه هم میده. بچه‌ها خیلی خوشمزه بود. اصلا انگار نه انگار رژیمی. بوشم بوی پیتزا میده. خیلی خوشمزه بود قارچ و خامش. چیلی ولی بله. بخور. میگم برای من بیا این خیلی کوچیکه. چیلیش هم خیلی خوشمزه است که. آره بچه‌ها از همه پفکای میشه گفت ایران خوشمزه است. بریم سراغ این پفکه چون هم خیلی مفیده ظاهرا این چیزایی که روش نوشته، هم خیلی خوشمزه. رنگش هم طبیعیه. این پنیریشه بچه. آره پنیرش بچه نارنجیه. نارنجی رنگ پنیرش. خیلی خوشمزه بچه‌ها. از نظر من قارچ و خامه. خامش اول بود. خامه ای اوله. اول طعمش خیلی مثلا خوشمزه بوی بود. پیتزا، خامه، پیاز جعفری اینا همه میکسه. آره. ولی کلا این پفک جوابه به خاطر خواصی که روش نوشته بود و رنگ طبیعی و پروتئینی که داره و 30% روغن کاهش یافته‌اش. بکوب لایکو.